در دل جنگل یک باران بهاری آرام، گل‌های رنگارنگ به خود زندگی می‌کردند. هر گلی داستان خاص خود را داشت و هر کدام به نحو خاصی در این جهان سبز با نور آفتاب باز می‌درخشیدند. یکی از این گل‌ها به نام گل بلبلی بود. این گل به رنگ صورتی زیبا و بوی خوشبویش همیشه به جوانب جنگل خندان و شاد بود. او همیشه با بلبها و سایر حیوانات جنگل دوست بود و هر روز با خواندن آهنگ‌های خود جوانب جدیدی از زندگی را کاوش می‌کرد. یک روز زمین جنگل را پوشاند یک سایه تاریک. همه حیوانات متوجه شدند که یک درخت بزرگ به طور ناگهانی بریده شده است. این اتفاق ناگوار باعث شد تا همه در حالت نگرانی به همدیگر نگاه کنند. گل بلبلی نیز به ناگهان احساس کرد که جوانبی از زندگی جنگل به دلیل این درخت بریده شده، دچار تغییر شده است. او تصمیم گرفت که به دیگر گلها و حیوانات بگوید که باید با هم دست به کار شوند تا این درخت را جایگزین کنند و تعادل طبیعت را بازیابی کنند. گل بلبلی با صدای شاد و آهنگهایش دعوت به همکاری کرد. حیوانات جنگل نیز با انگیزه به هم پیوستند و با همدیگر درختان جدیدی را کاشتند. همه با اشتیاق و انگیزه به کار افتادند و همچون یک خانواده یکپارچه جنگل را به زیبایی قبلی بازیابی کردند. گل بلبلی در این مسیر با آهنگهای شاد و انرژی مثبتش دلهای همه را شاد کرد. او به عنوان نمادی از همبستگی و تلاش مشترک جنگل را به یک محیط زنده و زیبا تبدیل کرد. این داستان نشان دهنده قدرت همدلی و تلاش گروهی برای حفظ طبیعت